شما اشاره کردی به کشتن منصور حلاج. هرچند نقد زیادی بر کشتن او توسط حاکمان دینی هست، اما امروز بسیاری از گروه‌های جهادی همچون القاعده، داعش و جبهه نصرت در عرض چند دقیقه و حتی ثانیه صدها نفر رو میسوزنن و گردن میزنن. نگاه کن برادر عزیزم، شما میگید این گروه‌ها سر میبرن. خب در اوغان، جیش و رب که مسیحی هستند، هر کسی در انتخابات شرکت کرد هر دو دستشون رو از اینجا بریدن. میشه گفت مسیحیت یعنی این؟ کسی که در جایی گفتی کسی که با تو هم فکر نباشه با مشکلی نخواهی داشت، اما در عین حال گفتی اگه کسی علیه دین تو مبارزه عملی کنه گردنش رو خواهی زد، علیه او سلاح به کار خواهی برد. نه، اگه مسلح نباشه جنگ مسلحانه نخواهم کرد. فکر رو باید با فکر جواب داد. وقتی که انصار اسلام حزب شما در منطقه بیاره و خرمار اقلیم کردستان حاکم بود، کتاب‌های زیادی رو سوزوندید، تلویزیون‌ها رو شکستید، حتی مردم رو در ملأ عام شلاق زدید. شلاق زدن به دلیل خوردن شراب بود. برادر محترم، در اسلام مجازات‌ها 8 نوعن. اگر کسی شراب بنوشه شلاق زده میشه. تحقیقات نشون داده شخص مجازات شده شراب خورده، اعتراف کرده به خوردن شراب، یعنی مخالف قانون عمل کرده. خب 40 ضربه هم شلاق خورده. آیا مردم این قانون شما رو در جریان یک انتخابات در منطقه بیاره قبول کردن؟ نه. از مردم پرسیدی آیا با شریعت اسلامی موافقن؟ شما با سلاح به اونجا رفتی، خودتون رو بر مردم حاکم کردی، برداشت‌های مذهبی خودتون از دین رو به اونا تحمیل کردی. شاید کسی به اسلام باور نداشته باشه، او چرا باید مجازات بشه؟ خب چرا ما باید اگر 2 نفر غریب و بیعقل بگن ما اسلام رو قبول نداریم حرف اونها رو باید قبول کنیم؟ چون سیستم بدون مجازات امکان پذیر نیست.